سلام علیکم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز 3 تا بازی میخوام بهتون معرفی کنم که فکر کنم 2 تاشو قبلا بازی کردین به احتمال زیاد. یکیش برای خودم هم جدیده، ولی نکته اینجاست که من همیشه با موبایل بازی میکردمشون. الان متوجه شدم که با لپتاپ هم میشه بازی کرد و نیاز به نصب هیچ چیزی هم نیست، با هر سیستم و لپتاپی هم میشه بازی کرد. بازی اول بازی paper.io. بریم ببینیم چطوریه. وارد سایتش میشیم، یه اسم انتخاب کنیم که من فرضم از قبل گذاشتم. میتونیم انتخاب کنیم که چطوری باشه این بیلبیلکمون. حالا من دست اوله میزنم نو اسکین، بریم چی میشه. به احتمال زیاد اینو بازی کردی، چند سال پیش خیلی رو دور بود. یه دوره‌ای باید منطقه خودتون و زمین خودتون رو زیاد کنید و سمت راست بالا هم زده که اون رنکینگش رو زده که چندمین دیگه. اگه در این زمان که دارین این منطقه رو افزایش میدین یکی بیاد و راتون رو ببره، این خط رو قطع کنه، کل زمینتون میره و میبازید. بریم زیادش کنیم. حالا یکم بریم از زمین این هم بگیریم. هنو هفتمیم. خیلی بازی باحالیه. یادم زمانی که مثلا من دبیرستانی بودم خیلی رو دور بود و خیلی بازی میکردن. تا جایی که میدونم رو اپلیکیشنش، یعنی اون موقع فکر کنم چنین قابلیتی بود که میتونستی با دوستات بازی کنی یا با هم دیگه توی یه جهان باشین و خیلی باحال بود، خیلی حال میداد. حالا نمیدونم که هنوزم اینجوریه یا نه، من اینجا ندیدم تو ورژن سایتش. اینو زدیم نابودش کردیم. چهارم داره طولانی میشه. اینم زدیم پکوندیم. داره طول. بریم سراغ بازی بعدی. بازی بعدی برای همتون آشناست به احتمال خیلی زیاد دیگه، اینو همه بازی کردن. agar.io. بریم تو سایتش. میتونی اسکین انتخاب کنی و حالا بعد که من تو همین اکانت هم فکر کنم 5 دقیقه پیش ساختم. اگه بخوای بازی کنی و سکه و اینو جمع کنی میتونی اسکینایی که داره اینجا رو بخری. چیزای باحالی هم هستن، ولی خب من فعلا نمیخوام پولمو خرج کنم، میخوام جمع کنم یه چیز باحال‌ترش رو بگیرم. یه رفیقی داشتم تو دوران دبیرستان که 2 سال تمام قفل این بازی بود. یعنی قفلی که میگم یعنی قفل واقعا کل تایم کلاس داشت بازی میکرد که فکر نمی‌کنم این ویدیو رو هرگز ببینه، ولی اگه میبینی سلام رضا. معلم داشت درس میداد، رضا داشت بازی میکرد کل تایم کلاس و پشت منم نشسته اینا. من چند باری تو موبایلمون بازی کردم، خودم هم یه دوره کوتاهی نصب کردم تو گوشیم بازی کردم همون دوران چند سال پیش و بعد دیگه اصلا کلا یادم رفته بودش. اوه چه قولی نخوره ما رو. بریم سراغ بازی آخر، hold.io. من این بازی رو قبلا بازی نکرده بودم و اولین بارمه که دارم میبینمش. در واقع قبل از این ویدیو یه دور بازی کردم و اولین باری بود که میدیدمش و خیلی باحال بود. یعنی ورژن موبایلش رو ندیدم و اصلا نمیدونم که داره یا نه، ولی الان بریم اینو بازی کنیم. اینطوریه که تو یه چاله کوچیک داری و هر چقدر که چیزای بیشتری رو ببلعی بزرگتر میشه چالت و میتونی چیزای گنده تری رو در بر بگیری. اینجا زمستون هم هست. بریم ببینیم چی گیرمون میاد، چه سرعتی. این 2 تا آدمو نتونستیم بگیریم. یه آدم گرفتیم. اینا بیا فکر کنم این یکی رو هم بخوایم بگیریم دیگه سرعت چیزمون بزرگتر میشه. هنوز نشد. اینا رو گرفتیم. یکم بزرگتر شدیم. درخت‌ها رو نه درخت‌ها نمی‌شیم. تیر چراغ‌بر. آقا جان بیا دیگه. نرده‌ها
بعد یه سری چیزا هستن که گنده ان، یا مثلا یارو میاد ساختمون رو میبلعه و بعد خیلی رشد میکنه، ولی من اینجوری باید چیزای خیلی کوچولو رو بگیرم و به این امید که در آینده نه چندان دور شاید بتونم ساختمونم بگیرم. این درختای کوچیک‌تر هم میشه. این درختایی که قبلا خوردن هم میشه. ایوه. الانه که فکر کنم یکم بزرگتر شده این چاله زایه شدم. اوه منو تو چی کار داری آخه؟ اوه یه کوچولو بزرگ شدی. چی شد؟ تایمش تموم شد. من اصلا نمیدونستم تایمیه. یه دست دیگه اینو بریم. باید دوباره از نو. من کدومم؟ صورتیه منم. با چمن شروع میکنیم. حالا چاله گنده هم اگه بیاد تو رو دربر میگیره و تو رو میخوره و میری پی کارت. واسه همین بود که من سری قبل یه لحظه گرخیدم. اینجا چیز خوبی گیرمون میاد. نرده تموم شد. همینجا میتونیم چیزا خوبی کاسه بشیم بازم. ایوه نه مثل که باختیم خوب شد برامون. اینجا چیزای آسون تری هست. من دیگه همینجا با این درخت ها و چمن ها و اینا کلی میتونم چیز نیست کاسه بشم و گلی بزرگ شد. ولی این تایمش کجای؟ یه دقیقه الان تایمو سری قبل ندیده بودم، من اینطوری داشتم میرفتم. اوه کل امارت یارو رو خوردیم. بودو سایز بودو. کاش سرعتش یکم بیشتر میشه. نمیدونم باید چی کار کنم. هرچی بزرگتر میشه سرعتت کمتر میشه. شاید هم بخاطر سرعت اینترنت نمیدونم. بودو همون سایز شدن خوشیدتر ولی خوب باز خطر میتونیم رو بخوریم. کنترلی 5 ثانیه چی میشه؟ اول شدم ایول کاش، ولی اسممو درست میذاشتم. یه اسکینم واسه شد برام. ایول حال داد. این بازی‌ها قطعاً بخش‌های مختلف و اسکین‌های مختلف و چیزهای باحال دیگه هم دارن که اگه خودتون برید وقت بذارید و بازی کنید میتونید کلی چیزای باحال توشون پیدا کنید و کیف کنید. برای وقتایی که بین کاراتون می‌خواید 10 دقیقه رو سرگرم شین یا کم تر 5 دقیقه یکم بازی کنید و یه حال هوایی عوض کنید و یکم از فشار کار و زندگی فاصله بگیرید و در شرایطی هستید که نمیتونید دسته بیارید و مثلا بازی‌های خیلی عجیب غریب کنید و یا شارژر همراهتون نیست یا اصلا بازی تو لپتاپتون ندارید، خیلی خوبن و خیلی حال میدن. و این چند دقیقه‌ای که بازی کردیم هم واقعا حال داد بهم و خیلی باحال بود. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. مرسی که وقت گذاشتین. امیدوارم که شما کیف کرده باشین و برید این سایت‌ها رو امتحان کنید و بازی کنید. کلی مواظب خودتون باشید و کلی ممنونم ازتون. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. بای بای.